بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خوش آمدید به ویدیوی بعدی ما. قسمی که در ویدیو قبلی به شما وعده داده بودم که آموزش بدیم ما در مورد ساخت اکانت تریدینگ ویو، نحوی تحلیل کردن ما در کجا باید بریم تحلیل های ما رو انجام بدیم. دوستان عزیز، همین فعلا جایی که من قرار دارم ایره همین پلتفرم به نام پلتفرم تریدینگ ویو است. دوستان عزیز، شما اینجا میبینید که من معمولا تحلیل های خود همه جا انجام میدم. ما میتونیم از ایندیکاتورهای مختلف استفاده کنیم. تحلیل‌های ما را میتونیم اینجا ابزار مختلف به خاطر تحلیل‌های ما داره. دوستان عزیز، تحلیل‌های ما بیشتر خوب است که در کامپیوتر انجام بدیم، چون میبینید که من اینجا چون تحلیل خودم من در کامپیوتر انجام دادم، فقط در موبایل من فقط اینجا تماشا میکنم که آیا طبق چیزی که من تحلیل کردیم مطابق از اون پیش میره یا نمیره. دوستان عزیز، من اینجا اکانت ما باز است، پس من میرم در یک براوزر دیگه، از اونجا طریقی ساخت چه بر شما میگم، بعد از دوباره میایم در همیشه که مطابقی ابزاری که در تریدینگ ویو از اون ما استفاده میکنیم و شما با معرفی بگیرم. البته دوستان عزیز، من بیشتر تاکید من بر از دوستان که شما باید تحلیلاتتون رو در کامپیوتر بکنین، چون اونجا یک صفحه کلان است، یک دید کلی می داشته باشین. اینجا خیلی در موبایل صفحه خیلی کوچکتر معلوم میشه، ولی بازم اگه موبایل هم داشته باشین مشکل نداره، شما میتونید تحلیل کنین به حالت پورتریت موبایلتون رو به دور میتین و اونجا میتونید تحلیلاتتون انجام بدین. خب من میرم در یک براوزر دیگه که من می تریدینگ ویو رو به شما بگم که از کدوم قسمتی رو میارم. اینجا میرم در یکی از براوزرهای دیگه که من در موبایل خود دارم، ویا براوزر هسته. در ویا براوزر که اومدیم دوستان عزیز، در قسمت سرچ در اینجا ما هم لینک وبسایت تریدینگ ویو نوشته میکنیم. اینجا نوشته میکنیم چی؟ تریدینگ ویو. اینجا نوشته میکنیم تریدینگ ویو و گزینه گو ایرا میزنیم که سرچ کنه در گوگل. همین صفحه اولی که بر ما باز میشه میبینید نوشته است www.tradingview.com. درست است؟ بالای از کلیک کنیم tradingview.com. این رقم یک صفحه بر شما باز میشه دوستان عزیز. این صفحه بر شما باز شد دوستان، شما کمی منتظر باشین. ما یک ورژن پریمیوم داریم که او به پیسه خریده میشه که بعضی از ابزارها رو به شکل رایگانتر بر ما میده، یا میتونیم از ایندیکاتورهای بیشتر استفاده کنیم، ولی ما از ورژن فریش استفاده میکنیم، از ورژن رایگانش، چون اکثر دوستا توانایی زیر نداره که مثلا ورژن پریمیوم از زیر استفاده کنه. با هم ورژن فریش ما خیلی خوب میتونیم کار کنیم، خیلی مشکل خاصی رو بر ما ایجاد نمیکنه. خب در قسمت که اومدیم، در این قسمت بر ما استاک نشان میده، ETF ها رو نشان میده، کریپتو، فورکس، فیوچر، در قسمت ها بر ما نشان میده. در قسمت 3 خط که هست بالای از کلیک میکنیم. اینجا کلیک کردیم، در این قسمت نوشته ساین این، همین گزینه آخر که ساین این نوشته است، بالای از ساین این کلیک میکنیم. ما اینجا کلیک کردیم. درست است دوستان عزیز، اینجا بر ما نوشته میشه ساین این وید گوگل یا فیسبوک، با گوگل اکانت یا جیمیلتون ساین این میکنین، با فیسبوک، با توییتر، با یاهو، با اپل، با هر چیزی که دارین. خب دوستان عزیز، اکثر دوستایی که از گلکسی استفاده میکنن با گوگل ساین میکنن. همین که بالای ساین این وید گوگل بزنیم بر ما اکانت ما ساخته میشه و میریم به داخل تریدینگ ویو. هر باری که ما لاگین میشیم این ساین این وید گوگل میزنیم، مستقیم ما اکانت ما ساخته میشه در تریدینگ ویو. البته اکانت گوگل اکانت یا جیمیلتون باید در موبایلتون باز باشه. در احیانا اگر در می براوزرتون جیمیلتون باز نباشه، از شما همون جیمیلتون رو میخواد و پسوردتون رو میخواد، بعد ساین این میشید. خب دوستان عزیز، من دیگه جیمیل ندارم که اینجا اکانت جور کنم. از این قسمت بیشتر نمیتونیم بریم و خیلی ساده است. بیشترش به شما گفتم این بالا ساین این وید گوگل کلیک کنین، در اون قسمت به شما اکانتتون ساخته میشه، در صورتی که جیمیلتون در براوزر باز باشه. اگر نباشه جیمیلتون رو میزنین، بعد پسوردتون و اکانتتون ساخته میشه. خب دوستای، طریقه ساخت اکانت بود. همین که اکانت باز شد و شما چنین صفحه میاد. درست است؟ و شما چنین صفحه میاد. من دوباره در اکانت قبلی خود آمدم. درست است؟ چنین صفحه میاد چارت. شما دوست عزیز میتونید از اینجا استفاده مختلف کنین. در این قسمتی که برین اینجا سرچ سامبلز، اینجا میتونید ارزهای مختلف ببینید. فرضاً ما میخوایم ارز BTC بیت کوین، ارز بیت کوین رو میخوایم چک کنم. درست است؟ BTC USDT. اینجا که BTC ما سرچ بزنیم، اینجا برای ما میاد BTC USDT پرپچوال، اما فیوچرزش هست که ما در ویدیوهای گذشته آموزش دادیم، او رو حتما ببینید. در این شکل برای ما به اینجا برای ما باز میشه. این قسمت میتونیم تایم فریم ها رو ببینیم. 1 مینوت است، تایم فریم 1 مینوت، تایم فریم 1 هاور، 1 ساعته،
تایم فرم‌های مختلف داره که اینجا میتونیم ببینیم 1 ثانیه‌ای، 5 ثانیه‌ای، 10 ثانیه‌ای، 15، 45، 1 دقیقه، 2 دقیقه. تایم فرم‌های مختلف داره. رنج است، دیلی تایم فرم است. تایم فرم‌های مختلف هم ما میتونیم اینجا ببینیم. در قسمت ایندیکاتورها ما میتونیم ایندیکاتورهای مختلف ما رد کنیم. هر ایندیکاتوری که ما دوست داشته باشیم، مثلا اینجا ایندیکاتور مووینگ اوریج اد میکنیم که بیشتر از این ایندیکاتور مووینگ اوریج ما استفاده میکنیم. البته ویدیوهای دیگه حتما آموزش مووینگ اوریج هم نیست به شما یاد میدم. درسته دوستای عزیز؟ فرض ما اینجا مووینگ اوریج نوشته میکنیم، مووینگ یا مووینگ اوریج نوشته میکنیم یا EMA exponential moving average باز میشه. EMA یعنی moving average exponential. حتما دوستای عزیز معیار با شما آموزش میتونم. ببینین اینجا با ما moving average exponential پریود 9 یا پریود 9 رو برام اد کرد. در قسمت میشه الرت بگذارین. به این شکل میتونین شما تحلیلاتتون رو در تریدینگ ویو انجام بدین. یک قسمت های مختلف، گزینه‌های مختلف داره. فرض اینجا ترند لاین هست که شما میتونین ترند لاین بکشین. چی میگنش، در سبک کلاسیک از ترند لاین استفاده میکنن معمولا. سبک کلاسیک به سبک لنز بیگر یا البروکس از ترند لاین معمولا استفاده میکنه. اینجا شکست ترند لاین، فرضاً اینجا شکست ترند لاین انجام شده، میتونیم اینجا استاپ لاس بگذاریم بریم هم رشته. اینجا خوبی مسائل بعدی است که با شما باز آموزش خواهد دادم. ما میتونیم پر ترند لاین بکشیم، انواع مختلف ترند لاین است. شما ببین دانه دانه کل از رو چک کنین دوست عزیز. من نمیتونم میره دانه دانه با شما هر کدامشون رو بگم. هر کدام از یک کار رو انجام میده. شما خودتون ببین، چون ویدیو خیلی طولانی میشه، شاید بیشتر از 1 ساعت طولانی شود ویدیو ما. اینجا میبینین فرضاً یک پوزیشن لانگ بگیریم، اینجا پوزیشن لانگ میگیریم، برای ما ریسک ریوارد رو میتونیم مشخص کنیم. فرضاً اینجا ترند لاین ما بروک شده، این قسمت بروک شده، اینجا ریتست کرده، اینجا ما ورود میکنیم. درست است؟ استاپ لاس ما رو میبینیم زیر ازی و میریم با ریسک ریوارد چند میگیریم. ریسک ریوارد ما معمولا ما ریسک ریوارد 1/2 استفاده میکنیم. ببینین اینجا ریسک ریوارد میبینین نوشته است ریسک ریوارد ریشیو. ریسک ریوارد ریشیو 2 یعنی 1% ضرر 2% فایده. فرض اگر $1 ما ضرر کنیم، در صورت فایده کنیم $2 میکنیم و در صورت ضرر کنیم ما $1 ضرر میکنیم. هم قسمت اینجا ابزار مختلف هستن. پت هست، فرضاً پت یعنی نقشه راست، این قسم نقشه رایتون رو میکشین. شما دانه دانه ببین خودتون دوستای عزیز تمام از اینا رو چک کنین ببینین که چی هست. اینجا فرضاً تکست هست، انواع تکست هست که میتونین نوشته کنین. درسته دوستای عزیز؟ این خط کش هست، یعنی فرضاً از اینجا تا اینجا تغییر چقدر از چند فیصد تغییرات کرده، مثلا 3.56% تغییرات کرده. چند دانه کندل خورده، 16 دانه کندل از 16 بارس. اینا رو دانه دانه ببین دوستای عزیز خودتون چک کنین، چون ویدیو خیلی طولانی میشه، ما نمیتونیم که دانه دانه با شما آموزش بدم. دوستای عزیز دیگه چیز خاصی وجود نداره. اینجا زوم هست، فرضاً این قسمت هم میخوای زوم کنی، اینجا میزنی برای زوم میکنه این قسمت، هر قسمت که بخوای. درست است؟ بالای زوم این زوم اوت هست، زوم اوت میکنه. این فقط لاگ میکنه که دیگه چیز دست زدن نتونه لاگ میکنه. درست است دوستای عزیز؟ ای گزینه چشم که هست، ای همون چیزایی را که رسم کردین تمامش دور میکنه. و این گزینه دیلیت هم که هست، remove to drawings، ای را که بزنی هم چیزایی که رسم کردین دور میکنه. remove one indicator، یک ایندیکاتور را که اد کردین مووینگ اوریج رو دور میکنه. اگه گزینه سیوم شو بزنید تمام چیزایی که نوشته کردین میره دور میکنه. دوستای عزیز اکانت تریدینگ ویو بود که شما میتونید استفاده کنین. ما اینجا ایندیکاتورهای مختلف داریم. درست است دوستای عزیز؟ شما میتونید استفاده بخش تکنیکال هست، اینجا میبینیم ایندیکاتورهای مختلف داریم که میتونید از یا در استراتژی خودتون استفاده کنید. این بود دوستای عزیز تریدینگ ویو. خدا کنه که یاد گرفته باشین. ویدیو بعدی ما انشالله ویدیو خیلی آموزشی خوبتر میباشه. ما با شما ترید از صفر تا خیلی جای اساس رسیده انشالله عزیز. بعد دیگه ما میریم طرف فایده گرفتن، ما پوزیشن باز کردن و تریدینگ، تمام گزینه‌های بایننس و اسپات چیز، فیوچر چیز، تحلیل‌های مورد کجا کنیم، همون میره یاد گرفتیم دوست عزیز. همین را یاد گرفتیم، حالا دیگه نوبت رسیده به فایده گرفتن از این مارکت. میریم انشالله در ویدیو بعدی یاد میگیریم که در کجا ورود کنیم و چه رقم فایده از این مارکت بگیریم. تا ویدیو بعدی همتون به خدا یک نام سپارم. وقت خوش، خدا نگهدار.